یک نفر استفاده‌برنده فعال شبکه اجتماعی فیسبوک با نشر یک عدد رسم از مقامات میلیسیا خواهش نموده بود که نسبت مسئولان نقطه شستشوی واسطه نقلیات و دکان فروش محصولات نیازی مردم واقع در محله گیپرزیم چاره‌های دخلداری قانونی اندیشیده شود. چنانچه در رسم نشر نموده شهروند دیده می شود میزاجان نقطه شستشوی واسطه نقلیات از خنک نظری مسئولان نقطه شستشوی واسطه نقلیات استفاده برده автомاشین‌های خود را در بین راه پیاده‌گر گذاشتند. بنا به اطلاع ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در نتیجه سنجش معین کرده شده است که شهروند خالمتوف محمدی عارف جانویچ سنه 17 سال 1989 استقامت کننده ناحیه رودکی مسئول نقطه شستشوی واسطه نقلیات بوده ضمن پیشبرد فعالیت کاری به خنک نظری راه داده است. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبرده پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده جهت نظارتبری همه‌جانبه میزاجان خود و من بعد راه ندادن به چنین خنک نظری به طور قطعی آگاهانیده شده است. همزمان معین گردیده است که فروشنده مغازه محصولات نیازی مردم شهروند رجب جمشید ناصرویچ سال 1995 استقامت کننده شهر دوشنبه تنورهای خود را در دو کنار راه پیاده‌گرد گذاشته در برابر کاسته گردیدن حسنی اطراف همزمان با این عمل خود به حرکت شهروندان خلل وارد ساخته است. نسبت نام برده طبق طلبات ماده 640 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برای سودا در جایهای مقرر نشده پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده جریمه بندی گردیده است.